میرحسین نظریف رهبر جناح غیر رسمی حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان شکایت دارد که مقامات دو پسرش را به حبس گرفته تنها بعد روزی شدن به شرطهای آنها رها کردند. بحث مقامات و نظریف بر سر نرخ منزل این سیاستمدار است که باید تخریب و در جایش راه ساخته شود. مقامات از شرح مسئله خودداری کردند. میرحسین نظریف گفت 11 ایول وقت نمایندگان اداره ساختمان راه و پل‌های دوشنبه برای تخریب منزل او میآیند، پسرانش قرار دادگاه طلب میکنند. در حکومت نایه اسماعیل سامونی دوشنبه شکایت میرحسین نظریف را در مورد تخریب منزلش به اساس خواندند، ولی از شرح بیشتر موضوع خودداری کردند. نماینده اداره ساختمان راه و پل‌ها یک نهاد زیرتابع شهردار دوشنبه به تخریب منزل میرحسین نظریف شروع کردند. منزل او در کوچه بخارای پایتخت جایگیر بوده، در جای آن باید راه ماشینگر ساخته شود. میرحسین نظریف میگوید برای حوالی او که مساحتش 450 متر کوادراتی است مقامات 1,300,000 سامانی پیشنهاد کردند، اما نظریف برای منزلش 2.5 میلیون سامانی طلب کرده است. هرچند بعد حبس پسرانش همصحبت ما به شرطهای مقامات راضی شده است. من گفتم در همین حوالی من 5 عائله زندگی میکنند، اون مبلغی که به من پیشنهاد میکنند به این مبلغ خانه گرفتن نمیتوانم، افزود میرحسین نظریف. مثل نظریف برخی از ساکنان دیگر در کوچه بخارای دوشنبه از پس صبح شدن نرخ منزلشان نگرانی کردند. سراج الدین ستارف ساکن دیگر این محله گفت با مبلغی که به ما دادند مجبوریم بیرون از شهر یگان خانه گیریم، زیرا با این مبلغ در داخل شهر خانه خریدن نمی شود. هر متر مربع منزل ما را $650 حساب کردند، لیکن یک بار ببینید نرخ خانه اینجا خیلی بلند است. تلاش های به تکرار ما برای فهمیدن نظر طرف دیگر به نتیجه ماند. یکی از کارمندان حکومت نایه اسماعیل سامونی کوتاه پاسخ داد که شکایت ساکنان اساس ندارد، زیرا منزل‌های آنها با ارزش میانه نرخ‌گذاری شده است، ولی از پیشنهاد دلیل‌های مشخص خودداری کرد. به نظر حقوقشناس دلیل قربانوف تخریب منزل ساکنان بدون قرار دادگاه ممکن نیست. به قرار دادگاه که به قوه قانونی ندرآمده است، یگان کس نمیتواند منزل ساکنان را چپه کند. هر کسی این کار را میکند خودسری است، گفت این حقوقشناس. بحث تخریب منزل ساکنان دوشنبه سالهاست ادامه دارد. در چنین بحث‌های پیچیده هم ساکنان و هم شرکت‌های ساختمانی خود را حق می‌شمارند. یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان سال 2022 پیشنهاد کرده بود که برای حل این مشکل در کشور نهاد مستقل نرخ‌گذاری منزل تأسیس یابد.